درود میگم به همه عزیزانی که این لحظه ما رو تماشا دارند. شعله گل خوجه هستم و امروز روزی دوشنبه است، آغاز نوی هفته کاری و امیدوارم که شما از آن دو روزی استراحت رو خوش پشت سر کرده باشید و حتما که امروز نیز خبر و گزارش‌های رادیو آزادی رو پیگیری میکنید. بعد از 2 ساعت من به شما درباره علاقه سرخط موضوع مهمی روز از تاجیکستان و جهان معلومات خواهم داد، اما تا آن دم میخوام برای شما کوتاه درباره یک خبر مهم در تاجیکستان بگم تا اینکه شما البته در جریان باشید. نور محمد سفارов و سهراب لنگریف، پسر و داماد سنگک سفارov، فرمانده سابق فرونت خلقی، از رئیس جمهوری تاجیکستان و وزارت عدلیه خواستند که به آنها سبوکی بدهند. این دو نفر به عنوان ملی رحمان و طوری هم گفتن وزارت عدلیه نوشتند که آنها طول 10 سال در زندان نظامش سنگین نگهداری می شوند و میخوان که آنها را به زندان نظامش عادی انتقال بدهند. این دو نفر سال 2008 در پی زدوخورد 15 ساعته در شهر کولا به مقابل نیروهای حکومتی بازداشت شده بودند و بعد 1 سال دادگاه عالی تاجیکستان این دو نفر و 6 نفر از همتایان آنها را به حکم ابد محکوم کرد و بعد از این البته نزدیکان این دو نفر اول شکایت بردند و گفتند که آنها چنین گناهایی وزین را صادر نکردند. به هیئت مشاوره دادگاه عالی تاجیکستان شکایت برند تا اینکه حکم آنها را بازبینی کند، ولی هیئت مشاوره پس از تشخیص و خلاصه برآوری گفته است که این دو نفر در جنایت سنگین متهم میشوند و حکمشان را به تغییر گذاشته است. و خود همسری پسری سانگاک سافاروف گفته است که همسری سهراب لنگریف عذر گفته است که او چند پیش با همسرش دیدار داشت و باری آخر او را نگذاشتند که با همسرش از نزدیک ملاقات کند، تنها از پشت شیشه با هم دیگر ملاقات داشتند. این هم در حالی است که با گفته وی قبلا آنها از نزدیک صحبت میکردند و تنها یک نفری نظارت کننده با آنها در داخل اتاق بود. و باید گفت که در تاجیکستان آنهایی که به حکم ابد محکوم شدند همراه با زندانیان دیگر در یک زندان عمومی نگهداری می شوند، چون که در تاجیکستان تا کنون برای این گونه محبوسان زندان علاهیده ساخته نشده است. هرچند چند پیش حکومت تاجیکستان اعلان کرد که برای زندانیان یک عمری محبس علاهیده می سازد و لکه در نویه رودکی با این هدف آنها زمین جدا کردند. باید گفت که دادگاه های تاجیکستان تا به حال 80 نفر را به زندان یک عمری محکوم کردند. در میان زندانیان یک عمری از جمله غفار میرزوی، فرمانده پیشین گارد ملی، و سید عمر حسینی و محمد علی حیات، معاونان رئیسی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نیز هستند. و در همین حال مقامات تاجیکستان به نامه پسر و داماد سانگاک سفارov هنوز پاسخ ندادند، ولی حقوق شناسان میگن که به زندان عادی انتقال دادن این نفر در حالی است که اگر حکومت گناه آنها را ببخشد، در عکس حال آنها به زندان عادی انتقال دادنشان از احتمال دور است. خلاصه اگر میخواهید که در رابطه با این خبر معلوماتی بیشتر بگیرید، پس رو بیارید به سامانه ما www.azadi.org. در اونجا این خبر به طور مفصل نوشته شده است و دیگر خبرهای روز را نیز شما میتونید در این سامانه ما پیدا کنید و نوارهای بیشتر شما میتونید در آزادی ویدیو که حالا ما اونجا تماشا دارید، کانال مخصوصی ما در یوتیوب ببینید. و طوری گفتم بعد از کمتر از 2 ساعت دیگر باز من با شما ملاقات خواهم کرد برای معرفی سرخط اخباری مهمی امروز.